بریم آموزش تعویض زیپ به شلوار جین به روش ساده. تو این روش برخی رو نباید بشکافید، اوکی؟ و این قسمت باید بشکافید. خب ما میریم زیپ رو از جاش در بیاریم. حواستون باشه که شما حتما باید این کار رو با بشکاف انجام بدید، نه با کاتر. شکافتن این قسمتش زیاد دردسر نداره و خیلی راحت زیپ از جاش در میاد. ولی اون سمتش که میخوایم بشکافید یه کوچولو دقت میخواد که باید حواستون باشه. برای شکافتن این ور قسمت بالا رو که میشکافیم میایم پایین، حواستون باشه اون بخیه روی رو نشکافیم. چطور بشه که اون کار نشکافیم و زیپ راحت در بیاد؟ الان بهتون میگم. نگاه کنید تا با اون قسمت که میرسم اون قسمت رو با قیچی میبرم، تموم شد رفت. حالا بریم برای جا انداختن زیپ. ببین ماسورمون حتما باید نخش همرنگش اون پارچه جین باشه. کار فیکسش میکنیم، اضافهش از بالا رد میدیم و میبریم. خب حالا دوخ میخواد، میبینیم پشت چرخ. ببین سر کمر اول میزنیم، دوخت دیگه‌ش هم میزنیم و میایم پایین. اون ور شلوار یک کم دقت بیشتری میخواد برای دوختن زیپ. توجه کنید، نگاه کنید. من الان کار دکمه شلوار میبندم، میخوام کار فیکسش کنم که اون و سمتشو بدوزم. توجه کن، نکن. 2-3 بارم کار فیکس میکنم که درست باشه و الان کار برمیگردونم و میرم برای دوختش. درجه چرخ رو باید الان کم کنید، ریز کنید یه خورده، نه خیلی ریزا. خب از پایین کار شروع میکنیم، میریم بالا. دوستان زیپ تموم شد، آماده شد، تموم شد. حالا سر کمرش رو بخیه میزنید، اون نقاب پایینش هم که پایین اون پایین اون فاقم که باز کردن بخیه میزنیم و یه اتو و تموم. اینو سیوش کن، حتما لازمت میشه.